نزدیکان عادل شریفوف راننده مرسدس بنز که هفته گذشته در یک صدمه در محله وطن اساسی دوشنبه باعث به مرگ 2 نفر و زخمی شدن 2 نفر دیگر شد، میگویند فرزند آنها از تفتیشات فرار نکرده است. کامل شریفزاده پدر عادل شریفوف روز 5 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت صدمه کاری بر قصانه پسرش نبود. عادل شریفوف 24 ساله ساکن ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت است. کامل شریفزاده میگوید وی گفت این یک فلاکت بود. این حالت می تواند به سر همه بیاید به خواست که تا زمان انجام تفتیشات از هر گونه خلاصه براری پرهیز شود. وی گفت نزدیکان فوتیده ها با خشم صحبت می کنند و ما آنها را خوب درک می کنیم. آنها عزیزان خود را از دست دادند، ولی این نکته هم باید گفته شود که فرزند ما برقصدانه این کار را نکرده است. حالا بهتر است منتظر تفتیشات باشیم. اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت به تفتیشات صدمه روز یکشنبه گذشته در محله وطن اساس مشغول است. میرزاخان سعیدوف سردار شعبه رابطه با جامعه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه روز 5 اوگوست به رادیو آزادی گفت حالا بازرسی ادامه دارد و بعد از انجامش به خبرنگاران اطلاع خواهند داد. شبوه صدمه نقلیاتی اما تفتیشات تمام میبرم. نه به تفتیش نمیمونه. نه تفتیشات تمام دوره امروز شدگیش حاجی نیاز جباروف ساکن دشت میران ناحیه ورزاب در این صدمه پسر 35 سالش قربان علی جباروف متخصص پیشبری وزارت دفاع را از دست داد. وی روز 2 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که راننده مرسدس بعد صدمه از جای حادثه فرار کرده، تا حال در کجا بودنش به آنها معلوم نیست. پدر قربان علی افزود از این حادثه چند روز می‌گذرد ولی نه مقامات تفتیشاتی امور داخلی و نه دادستانی آنها را دعوت نکرده درباره حادثه معلومات ندادند. مقامات رسمی بجز از یک خبر وزارت امور داخلی درباره این حادثه معلومات دیگری ندادند. خبر وزارت میگوید صدمه روز 3 ایول رخ داده باعث به مرگ 2 پیاده‌گر شد ولی از کسی نام گرفته نشده است. مقامات میگویند که تنها در سال گذشته در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی 427 نفر جان باخته و 1419 نفر دیگر از جمله کودکان مجروح شدند. در چند سال گذشته هم تلفات در نتیجه صدمه‌های نقلیات در تاجیکستان در طول سال نه کم از 400 نفر بوده است. سال 2015 هم 446 نفر، سال 2014 هم 449 نفر و سال 2013 472 نفر در راه‌های کشور جان دادند.